سلام، حالتون چطوره؟ اومدم با یک ویدیوی متفاوت. قراره که کلی بخندیم با هم دیگه، مگه نه؟ این یک هیولا. سلام مار افرم، چطورید؟ بچه ها بنده برای اولین بار، نه بابا دومین بار. تو چرا یادت میره یه ویدیوی دیگه با من گرفتی؟ راست میگی. وقتی من میگم این حافظش خرابه کسی باور نمیکنه. میخوایم سعی کنیم نخندی بگیریم ولی سخت‌ترش بکنیم. آب داریم، یک تعطیل داریم، من که توف کنیم اگر که. خوشبختانه من اصلا فاز خنده نیست. باید بخندیم، من نیم. و البته یادم رفت بگم که یک مجازات سختم داریم که قراره که آتیش بگیریم. از کجا میدونی؟ چرا انقدر اصرار داری که من قراره ببازم؟ خب تو قراره ببازی به خاطر اینکه باش. وای این چه سرطانی بود دیگه. با 100 ثانیه با اختلاف ازت خندیدم، یعنی تو پاره نه از خندیدم. کی بود داشت میگفت من همین یه دونه رو باخت دادم. همین یه دونه رو دیگه تا آخرش قرار نیست بخندی. واو همسر لبس جنو. واو همسر لبس جنو。真服了，这真是懒驴屎尿多。刚出门，你看，我操！ چندیم؟ 3-1. وای چجوری هر ستای اولی رو خندیدم. وای 3-2 نزدیکی. نمیتونم آب بخورم. دنده رو میزنی یک و کلاجو میگیری. آره آفرین دخترم، یواش گاز بده. بیانا ترمز وسطه، ترمز. یارو با چه فکری آخه ما شده دسته بچه اینقدی بهشم نرفت ترمز کلاج. وای کلاج وای اون سری خندم یه تیکه آب رفته اینجا واسه سرفم بگید واسه یه ویدیو الان میمیرم. حالا نگه دار تای ویدیو مجازات چی باید. خودت قبلش داشتم سرفه میکردم.
اصلا ببین پاش آورد بالا خندم گرفت. خندیدی دیگه چرا شکم نظر رو نشون دادی؟ شکم یعنی من به اتفاقی که افتاد نخندیدم به شکم یارو خندید. وای وایسا این شکمشو 4 من به اتفاق نخندیدم به شکم رو چرا باید؟ وای معدم درد میکنه. گلو من وقتی خواهرم لباسمو برمی‌داره اسم تعالی آقا کمالی میخواد پشتک بزنه 6 متری. این مرد قیوم دلاور برو. اسم تعالی آقا کمالی میخواد پشتک بزنه. یعنی خود دوست داره. به نظرم ویدیو رو همینجوری تموم کنیم. نه بریم معجزات تو نه
آقا سلامتی يا زلمه بجاه الله عليك يا زلمه بجاه الله عليك كيف شرك عني يا اخي يا زلمه بجاه الله عليك يا زلمه بجاه الله عليك كيف شرك عني درس تو بکن. ارزم با خلاف یکی در هر صورت مجازات. با من چرا؟ تو اولش چیزی پاره میشدی. چرا من خندیدم؟ پس بزن بریم نودلا رو بیاریم. ما چون حال نداشتیم قرار شد که بدتر بشه، نودل خام بخورم با سس تند. ببین این سس همون نودله ولی خب هم مرگی است. ای خدا چی کار کردم با خودم؟ وات همه شو بخورم؟ منظورش با یه چیه؟ ذره بیشتر دیگه. خب این خودش تیکه شده بود. ما اینه که سس قراره بیشتر ریخته بشه. من که قرار بمیرم. وای نه زندگی ما امروز سیاه کردی. کاش میتونستی نشون بدی چجوری. اوف وای انقدر تنده که خفه دارم میشم. آره منم همینطور. وای این چیه دیگه؟ وای الینا بسم الله، من خیلیه، می‌ترسم. الینا الینا تو می‌دونی. وای حاجی یه من گاز از وسط اگه بزن. خفشم بیفتم همه رو نکن تو دهنت. بنداز اونو. چرا؟ خب اسکل همشو خوردی. گاز زدنت نگاه کن چقدرشو گذاشته. دمت گرم. وای عالی. انقدر خندیدی که الان داری توانشو پس توان. توان. وای زبونم داره قد میشه. یادم داره میسوزه. خب چیکار کنم؟ آتیش از زنم در میاد. میدم هم داره میسوزه، دماغم گرفت، صدامو میفهمی؟ بچه از هم دارم توانایی صحبت کردن رو ازت میگم. تو ویدیو بعدی میبینمتون. اگه از این مدل ویدیو خوشتون اومد تو کامنت ها برام بنویسین پارت بعدیشو با کی بگیرم. خداحافظ. وای الینا خدا لعنت.